کردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا با هم دیگه بریم فصل جدید و یه مرور بکنیم اول، بعد بریم ادامه مباحث جدید. خب اعداد اعشاری، همون جوری که ما توی مدرسه هم گفته بودیم، اعداد اعشاری بچه‌ها بعضی از کسرا رو ما میتونیم مخرجشون رو به صورت 10 100 1000 به این ترتیب بنویسیم. خب این کسرا اگر ما کسری رو بتونیم به صورت مخرج 10 100 1000 بنویسیم، میتونیم به صورت اعشاری بنویسیمشون. به صورت چی؟ اعشاری. یعنی چی؟ مثلا ما میگیم چی؟ 2 واحد و 1 سوم، یعنی 2 واحد کامل به علاوه 1 سوم. اگر همینو ما بیایم بگیم مثلا 2 5 دهم، اینو ما میتونیم چجوری نشون بدیم؟ میتونیم نشون بدیم به صورت 2 ممیز 5 یا 2 خط اعشار 5 دهم. درسته؟ پس اعداد اعشاری بچه‌ها اعدادی هستند که میتونیم به صورت کسری با مخرج 10 100 1000 بنویسیم. پس خود همین جمله‌ای که من گفتم یه نکته داره. نکتهش چیه؟ ما برای اینکه یه کسری رو به صورت اعشار بنویسیم باید مخرجش رو به یکی از اینا تبدیل کنیم. یعنی اول باید مخرجمون رو به 10 100 1000 تبدیل کنیم و بعد به صورت اعشاری بنویسیم. قبل از اینکه این نوشتم به صورت تبدیل کردن به اعشار رو من بگم، راجع به مرتبه‌های صحبت کنیم. ببینید توی عدد اعشاری ما عدد اعشاری به این صورته: یه عددی قبل از اعشار، این خط اعشاری، و یه عددی بعدش. عدد پشت اعشار رو گفتیم میگیم قسمت واحد یا میگیم واحد کامل، فرقی نمیکنه. واحد کامل. چرا؟ مثلا شما عدد 3 و 2 پنجم عدد مخلوطه. خب ما میگفتیم 3 واحد کامل و 2 پنجم دیگه. درسته؟ اینجا هم دقیقا همینجوره. عددی که پشت اعشاره واحد کامل رو به ما نشون میده. عددی که بعد از اعشاره رو میگیم قسمت اعشاری. به این خط این وسط هم میگیم ممیز یا خط اعشار. خب حالا بریم راجع به مرتبه‌اش صحبت کنیم. عدد پشت اعشار بچه‌ها یعنی عدد قبل از اعشار، مرتبه‌اش به صورت همون مرتبه‌ای که خودمون استفاده می‌کنیم. این مثلا خط اعشار. خب مرتبه قبلش چیه؟ ما تو اعداد معمولی چی داریم؟ یکان، بعد چی داریم؟ دهگان، بعد صدگان، بعد میریم دسته بعدی. مثلا میگیم یکان 1000، دهگان 1000، صدگان 1000. درسته؟ ولی مرتبه بعد از اعشار چیه؟ ما اعشار رو گفتیم از چی شروع میشه؟ از مخرج 10، بعد یه صفر میذاریم جلوی 100، بعد مخرج 1000. درسته؟ و اگه مخرج 10 باشه ما چی میخونیم؟ دهم. مثلا میگیم 3 دهم. پس اولین مرتبه بعد اعشار چیه؟ دهم. مرتبه بعدی خود یه صفر میذارم جلوی 10 میشه 100. پس میشه چی؟ صدم. مرتبه بعدی یه صفر دیگه میذارم 1000. پس مرتبه بعدی چی میشه؟ هزارم. یه صفر دیگه 10,000. همینجور میریم جلو. یه صفر دیگه 100,000. به همین ترتیب میریم جلو. مثلا نگاه کنید یه عدد به شما میدن میگن 125 ممیز 493. میخوای مرتبه اینو مشخص کنیم. مرتبه‌اشو مشخص کنیم. خب یه اشتباهی که خیلی از بچه‌ها تو امتحان جان تصویر نداریم. بچه‌ها تصویر منو دارین یا ندارین؟ دارید. یه مشکل از اینترنت شماست. آیه چی وسط کلاس بچه‌ها لطفاً یه سکوت رعایت کنید. این مشکل از اینترنت شماست احتمالاً. خب حالا ادامه. نگاه کنید یه اشتباهی که خیلی از بچه‌ها تو امتحان انجام میدن، امیدوارم شما انجام ندینه، که مثلا از سمت راست سری می‌نویسن یکان، دهگان، صدگان، در صورتی که به این خط اعشار دقت نمی‌کنن. پس این غلطه. نگاه کنید وقتی شما خط اعشار داری پشت خط اعشارت همون معمولی است. یعنی این یکانه، 2 میشه دهگان و 1 میشه چی؟ 1 میشه صدگان. خب حالا بعد از اعشار چی میشه؟ اولی مرتبه میشه دهم، دومی میشه صدم،
بعد یه صفر بذار جلوش میشه 1000. درست؟ پس این حتما یادتون باشه، یعنی توی امتحان حواستون به این نکته باشه که اعشار وجود دارد یا نه. سری نیاید از سمت راست 1 گام 10 گام 100 گام بذارید، به اون خط اعشاری حتما دقت کنید. پس این راجع به مرتبه‌های اعشاری. خب حالا بریم راجع به خوندن یک عدد اعشاری صحبت کنیم. یه عدد اعشاری رو چجوری میخونیم؟ الان یه عدد به ما دادن، همین عددی که مثلا من اینجا نوشتم به ما دادن، گفتم بخونید. خب من عدد دوباره می‌نویسم. مثلا نوشته بودم 125 ممیز 493. خب اینو به چندین روش بچه‌ها موقع خوندن می‌خونن. خب حالا چجوری؟ اول عدد پشت اعشار رو می‌خونیم. خب پشت اعشار چیه؟ 125. خب این خیلی راحته دیگه. اول عدد پشت اعشار رو می‌خونید. بعد از این که عدد پشت اعشار رو خوندید، چند تا حالت به وجود میاد. یا میگیم واحد کامل. مثلا میگیم 125 واحد کامل، یا 125 واحد، یا میگیم 125 ممیز. نکنید هر کدوم از اینا بگید مشکلی نداره. مثلا تو بعضی از کتابا میگن 125 واحد و 493 مثلا 1000 مثال. خب حالا اینو خوندید، اینو گفتید، بعدش چی میگید؟ بعدش عدد بعد از اعشار رو میخونید، مثل یه عدد معمولی هر چی که بود. مثلا اینجا چی نوشته؟ 493. خب شما 493 رو خوندی. خب بعدش چی کار میکنی؟ آخرین مرتبه تو میگی. آخرین مرتبه ما اینجا چیه؟ آخرین رقم من تو مرتبه چیه؟ 1000. پس اینو چی میخونم؟ 493 هزارم. ببینید 493 هزارم. مثلا این عدد. خب اینو چی میخونیم؟ 2 واحد کامل، یا 2 واحد یا 2 ممیز 95. چون 5 تو مرتبه صدمه، 5 صدم دیگه، که اولی دهم دومی صدم، پس میگیم 2 ممیز 95 صدم. پس آخرین مرتبه رو میذاریم کنارش. خب یه جای بچه‌ها الان مثلا شما اگه به بزرگترتون بگین مثال این عدد رو بخون، چی میخونه؟ بذاریم عدد کجا رفت؟ آها این عدد رو بخونه. فکر کنم نت من مشکل پیدا کرد. خب بریم بچه‌ها نگاه کنید، داشتیم راجع به خوندن عدد صحیح صحبت می‌کردیم. گفتیم برای خوندن عدد صحیح ما اول عدد پشت اعشار رو می‌خونیم، یعنی این پشت 125. بعد قسمت بعد از اعشار رو می‌خونیم. قسمت بعد از اعشار مثل یه عدد معمولی می‌خونید، مثلا میگه 493. بعدش چیکار می‌کنید؟ آخرین مرتبه‌ای که دارید، الان مثلا آخرین رقم من رقم 3 که تو مرتبه چیه؟ 1000. پس اینو میگم 493 هزارم. مثال اینجا ببینید 2 ممیز 95. آخرین مرتبه‌ای که آخرین رقمم کجاست؟ 5. تو چه مرتبه‌ایه؟ مرتبه صدم. پس اینو میگم 2 ممیز 95 صدم، یا 2 واحد و 95 صدم، یا 2 واحد کامل و 95 صدم. خب بعضی از مواقع بچه‌ها حالا مثلا شما اگه این عدد رو به خانواده‌تون نشون بدید، بگید مثلا بگید ساعت چنده، یا مثلا بگید این عدد رو بخون، نمیگن 3 ممیز 5. چجوری میگن؟ میگن 3 و نیم. نکنید 3 و نیم، یعنی چیزی این وسط نمیگن. این روش خوندن هم درسته، فقط یک جاهایی شما رو به اشتباه میندازه. کجا؟ مثلا اگر یه عددهایی رو شما پشت سر هم بخونید، ممکنه شنونده رو به اشتباه بندازه. چجوری؟ الان مثلا من یه عدد اینجوری می‌نویسم، ببینید این عدد رو اگه بخوام بخونم به روش بزرگترا اینجوری میگیم 43 صدم. درسته؟ او میگیم دیگه، بعد از اون عدد پشت اعشار میگیم او 43 صدم. خب بعد الان این عدد با خوندنش این چه فرقی میکنه؟ اینم 43 صدم دیگه. درسته؟ توی بعضی از موارد خوندن اینجوری که مثلا واحد رو نگیم یا ممیز رو به کار نبریم، شنونده رو به اشتباه میندازه. توی اینجور موارد حتما باید بگیم آقا 40 واحد کامل و 3 صدم، یا 40 ممیز 3 صدم، که طرف مقابل بفهمه که منظور ما 40 پشت اعشاره، 3 صدم بعد از اعشاره. متوجه شدید؟ ولی یه جایی نه، الان مثلا همون 3 و نیم. خب وقتی من میگم 3 و 5 دهم، طرف مقابل میفهمه همون 3 و نیم منظورمونه. درسته؟ یا بگم 2 و 95 صدم، متوجه منظور من میشه. ولی یه جاهایی پشت سر هم خوندن، مثلا بگم 43 صدم، اینم 43 صدم میخونیم،
اینم 43 صدم میخونیم. چون خوندن این دوتا ممکنه که اون شنونده رو به اشتباه بندازه، اینجا حتما بعد از واحدمون کلمه ممیز یا یه چیزی به کار میبریم که قبل و بعد اعشار مشخص بشه، اون شنونده اشتباه نکنه. این یادتون باشه این نکته. خب حالا بریم در موردش چی صحبت کنیم. پس در مورد واحداش صحبت کردیم، در مورد نحوه خوندنش صحبت کردیم. حالا بریم راجع به مقایسه کردنش بگیم. دو تا عدد اعشاری رو میخوایم با هم دیگه مقایسه کنیم. چجوری دو تا عدد رو مقایسه کنیم؟ مقایسه اعشاری. مقایسه اعشاری. خب برای اینکه دو تا عدد اعشاری بچه‌ها با هم مقایسه کنید، دو تا مرحله داره. مرحله اول ابتدا عددهای پشت اعشار، پشت اعشار منظورمون کجاه؟ سمت چپش، سمت چپ را مقایسه میکنیم. خب مثلا مثال 2.99993 1. خب پشت اعشارشون رو با هم مقایسه میکنم. ببینید این پشت اعشار 3، این پشت اعشار 2، یعنی این 2 واحد کامله، این 3 واحد کامله، اصلا دیگه بعد از اعشار اهمیت ندارد، تمام شد. سمت راستی بزرگتره. حالا اگر پشت اعشار مساوی بود، مرحله دوم، اگر پشت اعشار چی بود؟ پشت اعشار مساوی بود. حالا چی کار میکنی اگر مساوی بود؟ حالا از اولین رقم بعد از اعشار شروع به مقایسه میکنیم. از کجا پس؟ اولین رقم بعد اعشار دونه دونه مقایسه میکنیم. مثال 3.985 3.799. خب از پشت اعشار شروع میکنیم. خب پشت اعشار 3، اینم 3. اولین رقم 7 9، اولین رقم 7، تموم شد. سمت چپی بزرگتر، اصلا دیگه به رقم های بعدی کاری نداریم. پس ما مقایسه رو تا جایی انجام میدیم که به رقمی برسیم که با هم مساوی نباشه. الان مثلا رقم اول این 9، رقم اول این 7، پس سمت چپی بزرگتر، اصلا دیگه به رقم های جلویش کاری نداریم. یا یک مثال دیگه، مثلا 45.095 45.096 مثال. خب ببینید پشت اعشار جفتشون 45، نگاه کنید 45، اینم 45. رقم اول 0، رقم اول 0، رقم دوم 3 9، رقم دوم 9، رقم سوم 5، رقم سوم 6. با هم مساوی نیستن. کدوم بزرگتره؟ 6. پس سمت راستی بزرگتره. تمام. دیگه به چی کار نداریم. پس نگاه کنید، اولین کاری که میکنید پشت اعشار رو مقایسه میکنید. پشت اعشار اگر مساوی بود میرید دونه دونه رقم های بعد از اعشار، اگر مساوی نبود همونجا کارتون تموم. الان این مثال بالا رو نگاه کنید، اینجا مثال زدیم. ببینید الان این بعد اعشارش 1 داره، این 9 داره، ما کاری اصلا به این نداریم، چون پشت اعشار این 3 بزرگتر از 2 و سمت راستی بزرگتره. اگر مساوی بود میریم سراغ مرحله دوم، اگر مساوی بود. خب حالا بریم قسمت بعدی، تبدیل کسر به عدد اعشاری و برعکس. خب تبدیل کسر به عدد اعشاری. خب برای اینکه بچه‌ها شما یک کسری رو به عدد اعشاری تبدیل کنید، باید چیکار کنید؟ باید مخرجش رو به چی تبدیل کنید؟ مخرج به 10 100 1000 و 3 نقطه تبدیل شود. چی بشه؟ تبدیل بشه. یعنی اولین کاری که میکنی مخرج رو باید به یکی از اینا تبدیل کنی. حالا به کدوم؟ معمولا مثلا بعضی از مواقع یه عدد ممکنه که به همه اینا تبدیل بشه. معمولا کوچکترین رو انتخاب میکنیم که محاسباتمون راحت تر بشه. خب این کار رو کردیم. بعدش چی کار میکنیم؟ مثلا مخرجمون به 10 100 1000 اینا تبدیل شد. بعد میایم چی کار میکنیم؟ حالا صورت
کسر را نوشته و به تعداد صفرهای مخرج از سمت راست شمرده و اعشار میزنیم. یعنی چی؟ با یه مثال شروع کنیم. مثلا 3/5 میخوام اعشاریش کنم. خب مخرجش که 10 نیست، درسته؟ پس مخرجش رو به 10 میبینم تبدیل میشه. بله، 5 ضرب در 2 میشه 10. خب پس ببینید چون مخرج رو ضرب کردم باید صورتم هم ضرب کنم که کسرم تغییر نکنه. خب میشه 6. حالا میام 6 رو مینویسم. مخرج من چند تا صفر داره؟ یه دونه. پس از سمت راست یه رقم میشمارم، جدا میکنم و اعشار میزنم. چون پشت اعشارم نمیتونه خالی باشه، یه صفر اینجا قرار میدم. پشت اعشار که نمیتونه، اگه واحدم نداره باید صفر بذارم دیگه. پس به این صورت. حالا یه مثال دیگه. مثلا 13/4. خب 13/4 4 به 10 که تبدیل نمیشه، میام به 100 تبدیل میکنم. یعنی میگم ضرب در 25. خب 13 ضرب در 25 چند میشه؟ 10 تاش میشه 250 تا 325. خب الان مخرجم به 100 تبدیل شد، یعنی میتونم اعشاری بنویسم. پس میام عدد صورت رو مینویسم. مخرجم چند تا صفر داره؟ 2 تا. از سمت راست 1 2 نکنید یه رقم 2 رقم جدا و اعشار میزنم. شد 3 و 25 صدم، یا 3 ممیز 25 صدم، یا 3 واحد و 25 صدم. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که ما تو کلاس هم اشاره کرده بودیم. یه موقع از تعداد صفرای شما از تعداد رقم هاتون بیشتره، اونجا باید چیکار کنیم؟ مثلا چجوری عدد اومدی تبدیل کردی به این رسیدی 253 مثال، خب 10,000. درست؟ خب میگفتیم میایم 253 رو مینویسیم، ولی چند تا صفر داره؟ 1 2 3 4 تا صفر داره، یعنی من باید 4 رقم جدا کنم. توی اینجور موارد به تعداد رقم هایی که کم داریم، به چی؟ به تعداد رقم هایی که کم داریم سمت چپ عدد صفر قرار داده و اعشار میزنیم. پس اینجا بنویسم به تعداد رقم هایی که کم داریم سمت چپ عدد صفر قرار میدیم و اعشار میزنیم. حالا چجوری؟ الان اینجا 4 رقم داریم، ما 1 2 3 یه رقم کم داریم. خب یه صفر قرار میدم، اعشار رو میزنم. چون پشت اعشار نمیتونه خالی باشه یه صفر اینجا میذارم. یا یه مثال دیگه، 12 100,000 مثلا 100,000. خب میام عدد 12 رو مینویسم. مخرج من چند تا صفر داره؟ 1 2 3 4 5 تا صفر داره، ولی من 2 رقم دارم. خب میگم 1 2 چند تا کم دارم؟ 3 تا. 1 2 3 تا صفر قرار میدم، اعشار رو میزنم. چون پشت اعشار نمیشه خالی باشه صفر قرار میدم. درسته؟ خب این تا اینجا. پس این مشکل برطرف شد دیگه. اگر تعداد صفرهای مخرج بیشتر بود، به تعداد رقم هایی که کم داریم سمت چپ عدد صفر قرار میدیم و اعشار میزنیم. خب اینو حالا میریم ادامه. در ادامه راجع به چی میخوایم صحبت کنیم؟ راجع به یه موضوع مهمی که خیلیاتون میدونید، یه یادآوری هم میشه. حتما تو سالهای گذشته دیدید که معلم‌ها گفتن اگر سمت راست عدد اعشاری هر چقدر صفر قرار دهید عدد تغییری نمی کند. خب یعنی چی؟ مثلا فرض کن من یه عدد دارم 6 دهم. خب بالا پایین رو ضرب در 10 کنم میشه 60 صدم دیگه، درسته؟ دوباره ضرب در 10 کنم
میشه یعنی در واقع کسر مساوی داریم می‌نویسیم دیگه. ما گفتیم کسر مساوی اگر صورت و مخرج در یه عدد ضرب بشن عدد تغییر نمیکنه، یعنی همه اینا با هم مساوی ان. دوباره ضرب در 10 میکنم. ببینید خب حالا بیایم همینا رو اعشاریشو بنویسیم. این میشه 6 دهم، این 60 رو می‌نویسم چون دو تا صفر داره 2 تا اعشار، اینجا 600 رو می‌نویسم چون 3 تا صفر داره 3 تا اعشار، این 6000 رو می‌نویسم چون 4 تا صفر داره 4 تا اعشار. خب ببینید چون کسراشون با هم مساوی، پس این اعشارا هم با هم چی ان؟ مساوی ان دیگه. اینجا چی می‌فهمیم؟ می‌فهمیم آقا بعد از آخرین رقم اعشار، نکنید آخرین رقم اعشار اینجا چنده؟ 6. هر چقدر صفر قرار بدیم عدد تغییری نکنید، عدد تغییری نمی کند. مثلا چطور؟ تو مقایسه کنید بهتون میدم. میگم آقا عدد 1/2 با 1 مثلا 25 صدم. خب میام چیکار میکنم؟ میام برای اینکه اینو راحت‌تر مقایسه کنم میگم خب رقم پشت اعشاری که جفتشون یکه، درست؟ رقم اول اعشار این 2، اینم 2. این بعد اعشار چیزی نداره دیگه، من میتونم صفر بذارم چون تأثیری نداره. چون بعد 2 این صفره و این 5 پس سمت راستی چیه؟ بزرگتره، درسته؟ این یه کاربردشه. کاربرد دیگه این نکته کجاست؟ مثلا یه موقع است شما میخواید دو تا عدد رو جمع یا کم کنی، رقم کم داری، رقم اعشارشون با هم مساوی نیست، میاد چیکار میکنیم؟ صفر جلوشون قرار میدی تا تعداد رقم اعشارشون با هم مساوی بشه. الان چند تا مثال با هم دیگه بررسی میکنیم. پس این نکته رو من اینجا مینویسم که داشته باشید. اگر سمت راست نکنید کجا دارم میگم سمت راست آخرین رقم اعشار صفر قرار دهیم عدد تغییری نخواهد کرد. یعنی چی؟ مثلا 3/25 با 3/250 چیه؟ مساویه، با هم دیگه فرقی ندارن، یکی هم مساوی هم. حالا هر چند تا که صفر بخوای میتونی جلوشون قرار بدی. بچه ها لطفا وسط چی صحبت نکنید. بله باید یاد اون چیزایی که جدید گفتم، بعضی از کلاس این مطالب رو گفتم، یه مروره. بعضی از کلاس یه کلاس فکر کنم نگفتم، اونا باید یادداشت کنن. خب حالا بریم از اینجا به بعد. دیگه میشه درس جدید، جمع و تفریق عدد اعشاری. خب برای اینکه شما بچه‌ها دو تا عدد اعشاری رو با هم دیگه جمع کنید یا کم کنید، دقیقاً مثل چیه؟ مثل جمع و تفریق معمولیه. مثال من اگه به شما بگم 1253 رو منهای مثلا 99 کنید، چیکار میکنید؟ میاد میگه خب زیر هم مینویسید، میگه آقا 1253 منهای 99. یعنی چی؟ یعنی هر رقم رو میبری تو مرتبه خودش. الان این 9 یکانه، پس میره زیر یکان. این 9 دهگانه، میره زیر دهگان. شما عدد رو نمیای اینجوری بنویسی تو منها کردم، مثلا اینجوری بنویسی، درسته؟ این 9 چرا؟ چون یکانه دیگه، نمیای زیر مثلا صدگان بنویسی. یا این 9 که دهگانه زیر یکان 1000 بنویسی. تو جمع معمولی این کار انجام میده. خب تو جمع اعشاری هم دقیقاً همینه. یعنی شما اگه میخواید دو تا عدد اعشاری رو با هم جمع یا کم کنید، هر رقم باید با مرتبه خودش، یعنی زیر مرتبه خودش نوشته بشه. مثال به شما میگن آقا 2/53 صدم به علاوه 4/ مثلا 98 صدم با هم جمع کن. خب حالا بذارید همین مثال شروع کنیم. خب من میام 2/53 رو مینویسم، به علاوه رو میذارم. توی اینجور مواقع خط اعشار رو جای خودش بذارید. نگاه کنید خط اعشار بیاد اینجا، بعد اعشار 98، قبل اعشار 4. حالا شروع میکنم جمع کردن. میگم خب 3 و 8 میشه چند؟ 11. یکانو مینویسم، دهگانو میدم بالا. خب 1 و 5 میشه 6، 6 و 5 میشه 15، 5 رو مینویسم، دهگانو میدم به دسته بعدی. 1 و 2 3، 3 و 4 7. حالا اعشار رو سر جای خودش میزنم. نکنید اعشار رو سر جای خودش میزنم.
اعشار جای خودش قرار میگیره. یا یه مثال دیگه، مثلا 25 ممیز 03 به علاوه 175 ممیز 9. خب میام زیر هم مینویسم 25 ممیز 03 به علاوه یه اشتباهی که مثلا بچه شما انجام میدین اینجوریه. ببینید من اشتباه رو بنویسم، اینجوری مینویسی عددو، بعد شروع میکنید به جمع کردن، در صورتی که این غلطه. چرا؟ ببینید چون 9 تو مرتبه دهمه باید زیر دهم نوشته بشه. دهم این عدد ما چیه؟ صفره، یعنی 9 باید بره زیر صفر نوشته شه. پس این روش جمع کردنی که من نوشتم غلطه. پس درستش رو اینجا با رنگ آبی نشون میدم. ببینید 25 ممیز 03 به علاوه، تو اینجور سوالا راهنمایی که من بهتون میکنم اعشار رو جای خودش قرار بدین. این اعشار اینجا، اعشار عدد بعدی رو هم اینجا قرار بده. حالا بعد از اعشار یه 9 داری، قبل اعشار یه 5 یه 7 و 1. ببینید الان 9 زیر دهمه، 5 با 5 هر دوتا یکانن، 7 دهگانه، 2 هم دهگانه، زیر هم دیگه نوشته شدن. حالا خط میکشم، چون اینجا عدد من یه رقم بالا اضافه داره اعشاری، من اینجا جلوی این یه صفر قرار میدم. یعنی یکی از کاربردهای اون نکته قبلی که گفتیم اینجاه، یه صفر قرار میدم. حالا جمع میکنم، میگم 3 با 0 میشه 3، 0 به علاوه 9 میشه 9، خط اعشار جای خودش قرار میدم. 5 و 5 میشه 10، یکانو مینویسم، دهگانو میدم بالا، 1 و 2 میشه 3، 3 و 7 میشه 10، دوباره 0 یکانو مینویسم، دهگانو میدم بعدی، 1 و 1 میشه 2. پس مجموعشون میشه 200 ممیز 93 صدم. درسته؟ پس ببینید توی اینجور موارد خیلی حواستون باشه که هر مرتبه زیر مرتبه خودش قرار بگیره، مخصوصا تو تفریق. خب حالا بریم یکی دو تا مثال از تفریق کردن بزنیم. جمع رو گفتیم، یکی دو تا مثال بر تفریق بزنیم. مثلا من میخوام 4 ممیز 53 صدم و منهای 2 ممیز 976 کنم. مثال با یه مثال سختم شروع کردیم. خب می‌نویسم 4 ممیز 53. حتما حواستون به مرتبه باشه. ببینید اعشار رو جای خودش بزن، این اعشار جای خودش بذار. بذارید من اعشار با یه چیز دیگه نشون بدم، خیلی بد میشه اینجوری اعشار. اینا رو پاک کنم، اینا اینجوری بذاریم بهتر. اعشار رو نکنید جای خودش بذار. خب بعد اعشار پایینی چی داره؟ 9 7 6، بعد قبل از اعشار یه 2 داره. خب حالا شروع میکنم به جمع و تفریق. ببینید بچه‌ها عدد پایینیتون 3 رقم بعد از اعشار داره، بالای 2 رقم داره. خب میام چیکار میکنم؟ یه صفر جلوی این بالای قرار میدم که هر دوتا بشن 3 رقم اعشار. گفتیم جلوی آخرین رقم سمت راست آخرین رقم اعشار هر چقدر که صفر قرار بدیم عدد تغییری نمیکنه. کاربردش هم گفتیم تو جمع و تفریق خیلی به کارمون میاد. حالا این جمع و تفریقش انجام بدیم. نکنید یه اشتباهی که بازم من تو برگاتون زیاد میبینم اینه که به جای اینکه 0 و منهای 6 بگیر 6 و منهای 0 میکنید. از 0 من نمیتونم 6 تا بگیرم، پس میام چیکار میکنم؟ میام از بغلیش قرض میگیرم. خب این 3 رو خط میزنم میکنم 2، 0 رو میکنم 10. حالا 10 منهای 6 میشه 4. 4 رو مینویسم. اشتباهی که خیلی‌ها انجام میدید میگه خب 0 منهای 6 نمیشه، پس 6 رو منهای 0 میکنی 6 اینجا مینویسید. این غلطه. حالا از 2 نمیشه 7 تا گرفت، دوباره از بغلیش قرض میگیرم. 5 تبدیل میشه به 4، 2 میشه 12. از 12 5 7 تا بگیرم 5 تا میمونه. دوباره از 4 نمیتونم 9 تا بگیرم، از این قرض میگیرم 4 میشه 3، این تبدیل میشه به 14. حالا از 14 9 تا بگیرم 5 تا میمونه. خط اعشار رو جای خودش میزنم. ببینید خط اعشار رو جای خودش قرار میدم. 3 منهای 2 میشه چند؟ میشه 1. پس جواب میشه 1 ممیز 554 هزارم.